اسحاق رو نشوندمش اسناد املاک نجومی رو بررسی کنه، فعلا سرش گرمه. منم میرسلیم و هاشمی تبا رو بیجوندم. امان از دست این بگم های میرسلیم. خوبه یکم سرشون گرم باشه. حالا نقشتون چیه؟ خب نقشه اینه، من یکم به شما 2 نفر حمله میکنم، ولی شما خیلی جواب منو ندید من برنده بشم. بعد توی انتخابات مجلس با هم حساب میکنیم. یعنی چی توی انتخابات بعد با هم حساب میکنیم؟ من خودم اند حساب کتابم ها. تا انتخابات بعدی کی مرده کی زنده. حسن جان این بار نمیتونی منو بپیچونی. من خودم خدای گازنبوریم ها. این حرفا چیه؟ ایشالله سالهای سال سایمون بالای سر مردم باشه. باقر جان به جان حسن کلکی تو کار نیست. ببین ما 3 نفریم، 3 تا قوه هم داریم، واسه 3 تامون جا هست. من رئیس جمهور میشم، شما هم رئیس اون 2 تا قوه بشین. اصلا مجلس مال تو. آقای رئیسی هم که با این سابقه چند 10 ساله توی اعدام و زندان تو قوه قضاییه، این قوه ایشون رو خود به خود میطلبه. حالا تو چرا رئیس جمهور بشی؟ من رئیس جمهور بشم تو بشو رئیس مجلس. آخه این چه کاریه عزیز دل باقر جان؟ من که الان رئیس جمهور هستم، انصافاً حال جابجایی ندارم. از پاستور تا بهارستان 2 دقیقه راهه، کاری نداره که. آخه دوباره کاریه؟ کدوم عقل سلیم همچین کاری رو قبول میکنه؟ 2 سال دیگه مجلس خالی میشه، تو بشو رئیس مجلس دیگه. خب باشه، چقدر بهم حمله میکنی؟ یک کم، اون قدری که مردم حال کنن دوباره بهم رأی بدن. باشه، پس کدومو میخوای بگی؟ املاک نجومی رو بگم خوبه؟ نه اون یکم زیاده، یه چیز دیگه بگو. بذار بگم که ملت قشنگ رأی بدن، انتخابات بره دور دوم، واسه نظام هزینه داره. باشه، همشو نگو، 1/3 بگو، با 1/3 هم رأی میاری. باشه، حالا 4 تا املاک بالا و پایین فرقی نداره، دارندگی و برازندگی. من چی جواب بدم؟ تو باید یکم جواب بدی یا یه چیز بی اهمیت انتخاب کن بگو. این همه چیز هست. یکم از داداش تو میگم. چقدر؟ 1 خورده، همون اندازه املاک نجومی. باشه بگو، میارزه. الا برکت الله.